حالا وقتی این مشنگیزم تو ویترین دکان دین فروشی عرضه میشه، اون وقت آشفته بازاری به وجود میاد که بیا و ببین. در یه نمونه بی‌نظیر آخوند سعیدی نماینده خامنه‌ای تو قم برای بند زدن طلسم شکسته عظما ادعایی کرد که تو یوتیوب و فیسبوک حسابی ترکوند. زمان ولادت رهبر انقلاب که رسید، در منزل به من، یعنی خواهر آیت الله خامنه‌ای، خواهر ناتنش، گفتن برید سراغ قابله. گفت من رفتم سراغ قابله رو آوردم منزل، حالا میخواد رهبر انقلاب متولد بشه. گفت ماها از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا، یعنی مقام آزاد رهبری، وقتی میخواست خارج بشه گفت یا علی. در زمینه موسیقی حلال و حرام هم حرف و حدیث زیاد بود و هر کس بسیجی ها رو به یه طرف میکشید. از یه طرف یه سوپر مشنگی مثل این نسبت به خطرات موسیقی و بزن و بکوب هشدار میداد. و یکی از چیزهایی که غیرت رو از بین میبره که ما بخوایم اگه اینها همه رو بشماریم خیلی به درازا میکشه. خیلی یکی از چیزهایی که غیرت رو از بین میبره موسیقی هست. موسیقی و غنا در خانه و خانواده ها، آوازخوانی همراه با بزن و بکوب، اینها باعث میشه که غیرت حریم خانواده شکسته میشه. از طرف دیگه همین تیوی ریش برای مقابله با جنگ نرم سراغ عتیقه هایی میرفت که این روزه ها رو در ذهن بسیجی ها زیر علامت سوال میبرد. اینجا بود که حاج آقا اوورتور وارد شد تا بسیجی ها رو سر این شامورتی بازی های تیوی ریش خرفهم کنه. حالا تلویزیون میادش، اون کارشناسانی که درش هستن میبینن که بر اساس نظر حضرت امام یا نظر مقام معظم رهبری این موسیقی مجاز است. اینها مجاز هستن پخش بکنند، اما اینکه من مجاز هستم گوش بکنم یا گوش نکنم اون یه بحث دیگری است، چون پخش شدن میشه کار یک سازمان، بله، که باید تابع نظر مرجع خودش باشه که میشه رهبر جامعه. من توی به عنوان اینکه تو این گوشم چی باید بفرستم میشم تابع نظر مرجع تقلید خودم. بسیجی هایی که پای صحبت این حاجی نشسته بودن دیگه کامل قاد زدن و نوحه خوندنشون هم این شکلی شد. چی بگم؟ تو زنگر مجزه بودی، یکی از برادرها جعبه ای آورد گذاشت وسط زنگر. همه گفتن چی میتونه باشه؟ یه مقدر جعبه رو کلاه زد، دیدم اناره، حالا انار یاره گلدونه، هر جا که میره جرونه میمونه، انار یاره گلدونه. در این قسمت میریم سراغ مشنگ‌های برگزیده سال که به ترتیب سن و ترتیب مهارت در مشنگیزم انتخاب شدند. از هر زاویه‌ای که نگاه کنی آخوند جنتی پیشکسوت مشنگ‌های نظامه. به خصوص امسال چشمه هایی اومد که تو همه جا فراگیر شد. اولین چشمه جنتی یه بازی فوق‌العاده مصنوعی توی یکی از سکانس‌های نماز جمعه بود. مسئله آخرم مسئله سومالیه. واقعا خواب رو از چشم آدم میگیره. منظره ها وقتی آدم میبینه نمیتونه گریه نکنه. وقتی میبینه یه بچه سیاه سومالی اشک داره از چشمش میریزه و با این چشم شرط میگه من گرسنه‌ام، من تشنه‌ام، من مریضم، من دوا میخوام و کسی به دادش نمیرسه، میگه میتونه آدم راحت بشینه و بخوابه.
بعد از این اشک دایناسور که هنوز با افکار عصر مفرغ زندگی میکنه، میریم سراغ یکی از خاطرات دوران کودکی جنتی و مشاهداتش از سفر به مصر دوران فرعون. و بعدم یه مقایسه بکنن بین ایران و کشورهای دیگر اسلامی. مصر از کشورهای بزرگ اسلامی بود، الازهر 1000 ساله داره، به چه روزگار سختی دچار بوده این فرعون بدبخت، چه بلایی به سر مردم آورده بود. این مردم زنده، این مردم بیدار، این مردم انقلابی خفه شده بودن، جلوشون گرفته بود، نفسشون در نمی‌آمد. من رفتم چند سفر میدم از نزدیک چه خبره. جنتی بعضاً وسط صحبتاش به زبان همبازی‌های دوران کودکیش یعنی دایناسورها هم صحبت میکنه. یه فکری به حال خودتون بکنید، 100 دفعه ما رو محکوم کنید، قطعنامه صادر بکنید، درد شما دوا نمیشه، ما هم از پا نمی‌نشینیم. یه فاحشه شیرباک. مشنگ شماره 2 یکی از دکترای زبردست نظامه که در رشته بافندگی دکترا داره و میتونه هر چیزی رو به دشمنای نظام وصل کنه. از شعر اتل متل توتوله تا درخت کاج همه جزو توطئه های دشمن محسوب میشن. اون زمانی که ما بچه بودیم، الان کمتر اتل متل توتوله میخونن مادرها. اون زمان اومدن این اتل متل توتوله رو درست کردن، مادر بیچاره از همه جا بیخبر یک کار غلط از نظر زبانشناسی تخریب کننده مغز اومدن میگن اتل متل توتوله که هیچ معلوم نیست معناش چیه. بعد گاو حسن چجوره؟ الان هرچی اسم و اسامیش ما میشنویم غربی ها به زبان میارن، مثلا نامه میدن به رادیو آمریکا که مثلا ایران این است و اون است، یا بابکه یا نمیدونم کوروشه یا داریوش اسمیده. ولی اینجا که میخواد بگه اتل متل توتوله میگه گاو امام حسن چجوره. اینجا دیگه حسن مطرح میشه. بعد تازه بدتر از اینه، تو خیالات خودش این حسن شیرشو بردن هندستون. کی داره این کارو میکنه؟ حسن داره این کارو میکنه. بعد میره هندستون، اینا از روانشناسی یه شکاف داشته میفهمی چقدر کار قوی دشمن کرده تو این کشور. بعد میبرن هندستون، تو هندستون یا هندوستان یک زن کردی رسون. حالا چه ربطی به کردستان داره؟ بعد کردستان اسمشو بذار انقضی آذربایجان شرقی. اون وقت دور کلاش قرمزی، آذربایجان دور کلاش قرمزی نیست که این رد میاد ترکمن صحرا. ببینید چقدر قشنگ کار میکنن. تا حالا کی زیر درخت کاج تا حالا جای رفته نشسته؟ یه نفر بگید. نداری. نه سایه داره، نه برگ داره که حیوانی بخواد بخوره، نه میوه داره. و ضمناً هر جا درخت کاج رو بکاری 2 تا اتفاق مهم میفته. یکی این که کاج آب رو از سطح زمین میکشه به عمق، یعنی هر وقت بری کنار درخت کاج میبینی خشکه. علف هم علف هرزم کنارش سبز نمیشه، چون علف آب سطحی میخواد دیگه، خشک. یکی این که درخت کاج رو، این کاج رو، کاج آمریکایی رو هر جا بکاری تا 10 سال اونجا کاشتی، بعد از 10 سال دیگه اون خاک تولید آهک میکنه و فاسد میشه و ابدالدهر دیگه برای کشاورزی به درد نمیخوره. اینا لعنتی ها آمدن کشور ما رو توسط عمالشون، نفوذشون در داخل کشور ما از زمان طاغوت یاد دادن که کاج بکارید. من نمیدونم این چه مرضیه که چرا توت نمیکارید. یکی دیگه از آخوندهایی که در سال گذشته تلاش زیادی کرد تا در دایره مشنگ‌های برجسته وارد بشه، این آخوند چاخان بود که متخصص جعل حدیث و روایت برای فروختن اجناس بنجل دکان دین فروشی آخوندهاست. حدیث صحیح است، خاتم الانبیا در شب معراج خدای منان 50 نماز بهش واجب فرمود. الان 5 تاست، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا. 5 تا واجبه، الان 50 تا واجب کرد. پیغمبر اکرم داشت برمیگشت بیاد در آسمان بعدی برخورد کرد به موسی کلیم الله.
علی نبینا و آله و علیه السلام. موسی گفت چیکار کرده؟ یا احمد گفت آقا جون خدا 50 نماز به امتم واجب کرد. موسی گفت تا نرفته ای پایین و نمازیده برگرد، چونه بزن کمش کن، نمیخونن. پیغمبر اکرم برگشت گفت خدایا موسی راست میگه، موسی برم گردوند، برگرد بگو خدا 45 تا. برگشت موسی گفت چیکار کردی؟ گفت 5 تا. گفت نمیخونن، برگرد کمش کن. موسی دوباره پیغمبر برگشت گفت خدایا، گفت خب 5 تا دیگه چی؟ موسی ول نمیکنه، 5 تا دیگه چی؟ شد 40 تا. به خدا حدیث صحیح است. شرطون پول از علماست، برید بپرسید، منم در خدمتتونم، آدرس حدیث هم دادم. پیغمبر اکرم را موسی 9 بار برگردوند و هی خدا 5 تا 5 تا کم کرد تا شد 5 تا. 5 تا که شد موسی گفت پیغمبر برگرد کمش کن، نمیخونند. برگرد سبکش کن، نمیخونند. گفت موسی دیگه انی استحی من ربی، من دیگه از خدا حیا میکنم. در پایان هم یه نمونه از تأثیر حرفای این آخوندهای مشنگ روی این بچه ها که ظاهراً بهشون گفتن در مصرف مهر هم صرفه جویی کنید. الله اکبر، الحمد لله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.